سلام به تمام رفقا عزیزم، خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه از کانال امیرسام پلی. بچه ها امروز میخوام توی باغ بزرگم توی باغ بزرگم اومدم و میخوام که ماشین رو بشورم، ماشین ما بزرگم. برای همین گفتم شما فیلم بگیرم تا البته چه وسایل زیاد خوبی نداریم بچه، مثل جارو اینا اصلا ندارم. حالا میریم زیر زمین نگاه می‌کنیم، ولی اگه لایک و ویدیو رو ببریم بالا، دفعه بعدی میرم نیسان و بابامو میشونم تو حیاط بچه. خب امیرعلی هم که دیگه همتون میدونید فیلم بردار منه. ماشین اونجا، نه اون ماشینه 206 دیگه 206. همچین آخه به بچه ها گفتی ماشین مامان بزرگم میخوام بشونم، بچه ها الان فکر میکردن لنگروزه. بچه اینا 206 باید جابجا کنم که امیرعلی میخوام از داخل بگیرم یا بیرون. داخل. خب بچه ها اول باید ماشین رو روشن کنیم، بریم عقب ماشین بیاریم جای مناسب. سویچ ماشین رو آوردم، بعدش موقع مراحلش رو به شما یاد بدم، ولی نری خونتون قایمه که ماشین رو چه میگی؟ کی آخر رانندگی بلد نی؟ یاد دادن. کی آخر رانندگی بلد نی؟ چی؟ کی آخر رانندگی بلد نیست؟ در به من تو شیشه ماشین میگیرم من. نه بذار کلوز تورمز رو ببین. آخه میخوای میری عقب؟ بچه ها همیشه میری عقب نمیتونم فیلم بگیرم. بچه ها همیشه برای روشن کردن ماشین کلوز تا ته بگیر، برای اینکه اصلا الان خلاص هم ماشین بگیری هیچی نمیشه بچه ها. ولی اگه کلوز نگیری، اگه یک باشی یهو ماشین میپره میری جلو. بعد باید کلوز آروم برده. حالا یه بار تون بردارم خاموشی ببینم. نه چرا؟ نه ولی دیوانه ای مگه؟ بچه ها خودشون دیدن. میدونی که ماشین رو تا ته برداری اینجوری کلوز رو نکن، پای منو بگیر که اینجوری برداری ماشین سری خاموش میشه بچه ها. برای همین کلوز رو تا ته میگیریم. شوهرمه منم اینو میدونست. بچه ها اینو میگیریم، اول میدیم یک دنده قشنگ عقب برو عقب. عقب دستی رو میکشیم، فرمون رو میگیریم، بریم پای منو ببین. این کلاج رو آروم یه ذره آروم برمیداریم، میخورده گاز میدیم. دیدی؟ حالا در نخور به من، به پای در نخور، در ببند. برو هیاره. ببینید الان مثل این معلم باید بمازین تو. این کلاج رو من آروم برداشتم، ولی اگه سری بردارم درچه خاموش. بذار سری بردارم. نه بذار بردارم دیگه. نه باشه. ببینید کلاج رو نگاه کنید، من آروم برداشتم الان میره. خب امیر برو از اونجا من بگیر که دارم از اونجا به این دم دروازه. ماشاءالله از وایسی. آقای راننده حالا بزن تو دنده، زدی تو دنده، حالا بزن تو راهنما. زدی اصلا خوش بخواد اون رانندگی یاد بده. جالبه. قشنگ برم عقب وایس. به دروازه بپرن زنم. برو بس با یه ذره برو جلو. ببین چون فرمونو، ببین چون خوبه اینجا خوبه. آبا چرا اینقدر عقب جلو میکنه این مادرای ایرانی؟ یه جا نگه دار دیگه. مامان چون قشنگ وسط وایس ماشین باشه. خوبه. خوبه؟ آره. یو اول فصل. شیشه ها بر نیست. اون قبم بسته. شیشه اینجا کار آقای راننده. این از پارک کردن. بریم موقع مرحله دوم. نه همین خوبه سامی. بریم برای شستن. بچه میریم سراغ مرحله بعد، یعنی شستن ماشین. این ماشین فقط 206 از این مسمن سوره نمیم. این 206
باشه من دارم ماشین فیلم میگم تو بیا. چی ماشین؟ باشه. اگه نوازه خوبی نداریم برو از اون بالا بگیر. باشه. آخ میگیریم با چون واقعا خوشه واه بچه حالا خودش معلومه امیرسام من تو بچه ها دارم میبینم اینو بزنیم اینجا آره خط میفت بکن این آب بگیر با دستمال میکشیمش ریکا هم باید بیا نزدیکتر بچه ها واقعا خاک بیا نزدیک ببینیم این خاکا نها کن بالا رو بگیر واقعا ببین با اینکه اینجا پر درخته ولی بچه ها اینقدر خاک اینجا خاک زیاد داره بچه از جلو ببینه از خودتون از جلو ببینه دیگه الان که آب هست اینجا معلومه خاک خب اینجا زیاد خاک نیست الان همیشه آب گرفت از دور بچه فکر کنم معلوم باشه من گرفتم تا امیرسام داره ماشین رو میشوره لایک و سابو بزنید تا از این ویدیو بیشتر بذاره بغل ماشین قوره چی؟ نه بغل ماشین میگم قوره خدا که من اولین بارم تنهایی نشستم پشت فرمون من اولین بار بابا فرمون پشت فرمون مهم نیست مهم شستن ماشینه برادر من اولین بار که بچه نشستم با بزرگم کنارم بود بعدش دیگه الان نم چون دارم یاد گرفتم سویچه میدستم مگه عمرم نیست سویچه خدایی برو خاکه 206 واسه شروع زیاده اینم از یکی از موادهای لازم یعنی ریکا آبو ببندم ماشین رو خواستی بشوریم این ریکا رو میزنیم دستمون میاریم که بنده خدا شلوار بعد دست من بده شلوار قدیمی بیکبوده هم روش ریده چه کوچولو بوده یه پوچش هم بریده نمیشه ولی الان کالاف میشه هر کی 206 داره بچه لایک کنه هر کی 206 داره لایک کنه امیرسام فعلا اونجا تا فعلا امیرسام داره دستمال آب میکشه تا اون موقع من نگه بدارم اینم از مرحله سوم برم برای ریکا رو بزنم اینجا ای بابا من خودم نشون بدم به بچه ها ریکا ماشین رو کفی کنیم حالا ما لوازمشو نداریم اینجوری داریم میشوریم جارو گم شده دیگه کف رفت لباست بدبخت حتی دوربین معلومه بچه ها دیدن همه الان در حالت نشسته دارم فیلم میگیرم یه ذره بود و بچه ویدیو 9 دقیقه شد بچه ها حوصله‌شون سر میره بچه ها واقعا اگه توی ویدیو شکلاتی که پولم ریختم آشغال واقعا چرت بود نزدیک 50-60 تومن بود شکلات پولی نیست ولی واقعا برای چه همچین خوراکی بدی یه همچین پولی خب برای همچین خوراکی واقعا 10,000 تومن می‌ظرفید 10,000 تومن کمتر اندازه آدم خرسی بود چون تعدادش زیاد کردم و خیلی قشنگ بود میگن که خیلی قشنگه مثلا همه مثلا اینجا تنها چیزی که قشنگ بود و خوشمزه بود که شکلات دبی بود که بستنید شکلات دبی بچه ها خدا وکیلی توی ویدیو شکلات بهتون قول دادم که برم تخم شکلات بگیرم و بتونم ولی بچه ها خدا وکیلی رفتم گشتم با دوچرخه اینا رفتم همه جا نبود توی محلمون اصلا تخم شتر مرغ تموم شده
تو محلمون بود، بغل خونمون یه جا بودش. من نمیدونستم که میخوام ویدیو بگیرم، گفتش کاش زودتر میاد. تموم کردم. امیرعلی هم مجبور سفارش بدین تو خوشو دور باید مرغو. سفارش بدیم که یه هفته بیارم. منم که فردا می‌خواستم بیام. اگه شد دفعه بعدی براتون میارم. خلاصه که منتظر ویدیو تخم شتر مرغ باشید. خیلی میتونه جذاب باشه. ولی من ترقه‌شو آوردم. ترقه‌ش الان توی چیزمه. خونه است. کیفمه. آره. خونه است. منوره. ترقه‌شو آوردم. منور و سیگاری تو چیه بمبی و ولی آجی این که پیدا نشد خیلی بهتره، چون میام آبشوری هم میخرم. راحت بهتره. آبشاری فکر کنم چیزش کنه، کبابش کنه. لا کن انرژی بگیرید بچه. اون ویدیویی که توی چیز بودش، ویدیو اولی که چیکس مکس اونجوری کردیم، یادتون گفتن 10 تا لاک بگیره میرم چیز میکنم مثل چیه. حتما بریم ببینیم. اون ویدیو خیلی جذاب و باحال بود و یه چیزی رو میگفت آدم که این کار انجام نده. بچه اون ویدیو رو راستیتش گفتم. من هنوز درگیر اونم چجوری اون یارو سبز شد. من هنوز درگیر اونم. من درگیر اونم از تو اون چجوری اون گردالیا در اومد. آجی ببین اون یادت گفتن 10 تا لاک بگیریم میریم میخریم. باشه تو ماشین بهش ماشین رو نصفش هم نزدی. بچه 10 تا زیاده، چون من میخواستم ویدیو شکلات چیز رو با هم دیگه بچسبونم به هم دیگه و اونو بذارم که نشد. خیلی طولانی میشه، میرسه که حوصله‌ت سر رو نگاه نمی‌کنی. 2 تاش کردم. این ویدیو 10 تا لاک نخوره، 5 تا لاک بخوره. 5 تا بچه. این دارم کمش میکنم. 5 تا لاک بخوره میرم میخرم همون جوری بازم توشو باز میکنم. همین اسم. برادر تا اینجا همچنان دارد به ماشین کف می‌مالد و هنوز این ور ماشین رو کف نزده است. بچه به خدا دستم درد گرفت. لاک کنیم انرژی. با شربان خودت داری کف میزنی. خب معلومه دستت درد میگیره. همچنان منتظر بماند ماشین کامل کفیشه. نگاه هنوز این ورشو کف نزده. به طور هنرمندانه. بچه اینجا رو رفت چایی نمون میزنی میکشی راحت. فقط ماشین یه خود درخت رو زد. اسپایدرمن نگاه نگاه فکر کنم این چیه اینجا افتاده. تو چی میگی برگ مزاحم؟ همچنان منتظر بمانید ماشین کامل کفی شه. بچه ها این همه مدت امیرسام کفی کرد فقط اینقدر شد. نگاه خدا حفظت. بچه ها میخوام آقا بدم امیرعلی بگیر آقا. بله منم باید یه کاری بکنم. نمیشه فقط فیلم بگیرم. بله اینا طرز شلک نگاه. دن 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 دن. سالانیکا این چی فیلم هست یا واقع شده. او بچه ها بریم سراغ امیرعلی که آب بگیره. بچه ها مدل موامو بچه ها مدل موامو که دیدی جدیده تبریک بگین لاک کنید. داداش آب حروم شد. بچه ها ماشین هر کاری کردیم دیگه اونجوری که باشه کف نشه. چرا؟ توش کف آجی. الان آبو بگیری تازه کفش میریزه بیرون. بالاش تازه باز خاکه. نه کف اونو آبه داره تازه کفا مونده. کفا آره مونده. ببین بچه داره کف میکنه. ببینید من زاویه دوربین نه کنید شلنگ میاد تازه کف میکنه. بچه این ماشین واقعا با اینکه چجوری بگم بچه این ماشین با اینکه 206 ولی نمیدونم بچه ببین به خدا سرعتش انقدر زیاده. ببین بچه میریسه انگار رفته 5. نه اصلا خیلی فرزه این ماشین. به به آقا امیرعلی چه ماشین میشوره. گیر شده ماشین ولی فرزه. آقا بیاد فکر نکنم کفو به این زودی بره. تازه اینجا داره کف میکنه. آقا بیا دست بازدت بدم گناه داری. کشته ای. من گدا نیستم. نیستم بیاد اینجا فیلم بگیره. حبابا اینجا انگار داره برق میزنه. میگم که تازه داره کف میکنه. بچه ها کنید تازه داره کف میکنه. چرا اون کاری که با اون کردی؟ ای بچه آب میبازه. بچه اینم از منظره حیات که
این گلاشون بچه هیچ کدوم این گلا خریداری نیست، یعنی یه دونش هم ما نخریدیم. نمیخوام بگم به انقدی بوده خریدم ما بزرگم، انقدی مثلا شده انقدی همه رو خودش. ببین بچه همه‌شو خودش پرورش شده نه، همه‌شو خودش بزرگه. نه کنید از اون تا این درخت‌ها نه همش اینا کار درخت‌ها کار با بزرگه، گلا کار ما بزرگه. بچه‌ها نمره بدیم به حیاط ما بزرگم. اونجا هم وارد گلخونه است، حالا قبلا اینجا پر گل بود بچه‌ها. زمستون اینا رو همه رو جمع میکنن میذارن تو اون یه بخاری نمیدونم چی هم میذارن برای گرم بودنشون. خیلی میرسه انگار جونشون. اونجوری که آب نگیر، بیار نزدیکش. بده من اینجوری نگاه کن. آخ بچه ها این صحنه رو خیلی دوست دارم. ببین مثلا این لا هستش، ببین شلنگو میذارم اینجا. نکن بده. بیا ببین قشنگ آب بگیر. بچه واقعا ماشین شستن کار سختیه. حالا من که ماش ابزاری نداشتیم. آره خود حوصله آدم سر میره بچه، خیلی سخته. بس بچه واقعا به چیز اسمش این کسایی که توی کارواش کار میکنن مثلا کارگر اینا واقعا قدرشون رو بدونیم بچه. واقعا قلب قرمز براشون بذارید. آره قلب قرمز براشون بذارید بچه، واقعا کارشون سخته. حالا ما توی ماشین رو نشستیم چون هیچ وسیله‌ای نداشتیم، همه وسایلامون گم شده بچه. دفعه پیش 5 تا لایک بگیری تو ماشینم میشوریم میخوای؟ آره 5 تا دیگه نه دیگه آجی، خیلی کمه دیگه. هر سری میگیم 5 بگیم 7 آقا، 7 تا لایک بگیره بچه ها. میخوایم بگیم که اینجا قورت شده، لابد تو زدی. به خدا بچه من نزدم، نمیدونم کی زده این بغلشو نمیدونم بچه. چند وقت پیش با این ماشین تصادف شد توی اتوبان. یکی امیر خان نشسته پشت فرمان که ناگهان سوتی داد من و ماشین خراب شد. من نه بابا، من نشسته بودم بچه ها. اصلا کی میذاره بچه‌ش بشینه پشت فرمون نه تو اتوبان اینجا؟ آره ولی تو اتوبان نه بچه ها. ولی واقعا امین نکن بچه ها، ولی این ماشین داغون شده. ببین بچه ها بدنه این ماشین تا ته ریخته بود، تا ته، یعنی اینا همش نوعه. الان شیشه هم هنوز پیدا نکردن چون این خود ماشین قدیمی میتونه باشه. نگاه کن بچه ها، این جای سر کسی که تو ماشین بوده است اسمی بچه ها. واقعا ماشین تمیز شده، وای میستیم آبش بره که بذاریمش سر جاش، یا بذاریم سر جاش آبش بره خودش. بذار سر جاش ما بازی میکنیم بچه ها. واقعا ماشین بچه ها واقعا جای شما خالیه. اینجا خیلی حال میده، فقط بعدیش اینه که خوبه چیزه سنگ خوب نمیشه فوتبال بازی کنم. مگه نه بچه ها واقعا جا تو خالیه. قرار مدرسه اینجاست. آره بچه ها دوستان با یکیتون اونایی که ویدیوی ما نگاه میکنن تا ته نگاه میکنن و نمیگم حوصله سر بره، جاشون توی این خونه باشه، همه با هم دیگه بشین فوتبال بازی کنیم. خیلی حال میده بچه ها. واقعا دوستان این کار با شما انجام بدم و معروف بشم، خیلی ها منو ببینن بگن. خب چی؟ آره بذار ماشین بزنیم سر جاش. آقا امیر گوشه میدم دست امیرعلی. نه خودم میخوام بشینم این کاره. نه بشین بگیر باشو. خب بریم برای رانندگی دوم امیر. چی سامان سورن دید دویزشه چه؟ بچه بی اینجا رو میگیرم اینجوری میکنم. ببین الان شیشه رو ببین نگاه کن، اول شیشه بعد شیشه. ببین الان اینو میدم تو آب. میدونم منظورش اینه که شیشه رو پاک میکنه. بریم. خب برو بریم. 200 تو دوربین شبیه سمنده. چه اونجوری جستی که کسی که بی‌ایوه سوار میشه اونجوری جست نمیگیره. برو از اونجا بگیر. بچه‌ها واسه لرستانی بذاری. بلند بگو. واسه لرستانی. روشن کن بریم. بیا دیگه بابا. خب بچه‌ها با بزرگمون رفته بیرون از راه رسید و این ماشین فعلا میخواد پارکش فعلا کنسل کنید. خب اینا که ماشین بیارم بیرون. نه بابا ول کن.
بچه این شستشوی ماشین تا دو دیگر. بچه این بود ویدیو شستشوی ماشین، اونم 206 توسی. خب بچه لایک و ساب فراموش نشه. تا دو دیگر بدرود. بازم از این ویدیو ها میذاریم. خب بچه ها ماشین شستنمون تموم شد، با همه خسته شدیم، با اینکه لوازمی نداشتیم چون واقعا دستمال کشیدن خیلی سخت بود. با جارو یه دقیقه هم تموم شد، ولی ما ماشین رو می‌خواستم ببرم اونجا، با بزرگم اومد کارش. الان داریم میریم سبزی خورد کنیم، بچه کار دارن. از لایک و سابسکرایب کنید تا ویدیو بعد. خداحافظ.